یک عکس کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک که نشان میداد از داخل حسیب استحصال کرده یک کارگاه دوشنبه پای موش پیدا شده است، جنجال برانگیز شده موج اعتراضی کاربران را با وجود آورد. این عکس در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و فکانتاکت از نام نیسا دوستووا 2 روز این جانب به سیر درآمد. مؤلف این عکس ها زیر آن نوشت از محله کمبینات گوشت دوشنبه حسیب های استحصال کرده کارگاه ولیجان را خرید و هنگام پاره کردن از درونش پای موش برآمد. بسیاری ها مجازات استحصال کننده حسیب را طلب می‌کردند. تنها برخی از کارگران کنجکاو با واقعی بودن این عکس شک کردند. برای آماده کردن کلبسه و اشیا رو و بعد با همون تمام 3000 عبارات هست که مثلا کورچه های تیز است که در اونجا یکم دانه گرد که بعد از برنج داشت میاته با محدود با مانند اسمیتان اجرا میبره اونجا یکم چیزی چینیست که مثلا این چیزای محدود در اونجا باشه. مثلا با هستن رقیبای هستن که مثلا کیان اونها نامعلوم مثلا من گفتم که مثلا اینا که ای بخیلیشون مینویسن از بیکاریشون میکنن خیلی کارا. اینا 2 روز در اینترنت بود، نه روز سوم نیست او دلیل چی نگه. مالک شرکت ولیجان برای معین ساختن شخصیت این کاربر فیسبوک با مقامات دخلدار مراجعت کرده است. از روی حجت‌های پیشنهاد شده در تاجیکستان شهروند با نام نیسا دوستووا وجود نداشته است. در پی نشر این عکس در اینترنت بحثی حرام و حلال بودن حسیب دوباره در تاجیکستان رو زد و بسیاری ها در نوشته های خود هنگام استعمال حسیب به احتیاط دعوت می‌کردند. مسئولان بهداشتی کمبینات گوشت شهر دوشنبه که اکثر کارخانه های استحصال حسیب در اینجا اجاره نشینند، همه گونه آوازها در اطراف وضع ناسالم بهداشتی این شرکت ها را رد می‌کنند. ما در کارخانه خود کارخانه لابراتوری داریم که هر یک محصولاتی که آنها قبول میکنند پیش از استفاده کردن آنها از نظر گذرانده میشه، از تشخیص دکتر گذرانده میشود و بعد آنها به کار شروع می نمایند که به خلق خود تازه و تر و تازه حسیب ها برآورده پیشکش نمایند. نشر عکس حسیب با عضوی موش در تاجیکستان بار نخست نیست. قبلا در تاجیکستان سر و صداها درباره استفاده جنین در حسیب ها رو زده بود که بازار فروش حسیب ها را سرد کرده به شرکت های استحصال کننده حسیب 10,000 سامانی زیانی مالی وارد کرد.